کنترل فاز چند مدل هست، ولی این مدل حالا من توضیح میدم. مدل بورنا که 3 تا فاز یه نول ساپورت میکنه، یعنی نول هم کنترل میکنه و 2 تا خروجی بهتون. خروجی 3 فاز رو بررسی میکنه، تقارن فازا چک میکنه، قطعی فاز یه فاز رو چک میکنه، قطعی نول رو چک میکنه و خروجی بهتون میده. همه چی که نرمال بود 2 تا خروجی بهتون میده. بچه من با زبان ساده براتون توضیح میدم، نمیخوام پیچیده‌اش کنم. و یه کنتاکت بهتون میده که ورودیش 15، خروجی 18. 16 هم فالت کنترل فاز، میتونیم به یه لامپ سیگنال وصل کنیم که بهتون فاز کنترل فاز نشون میده، ولی خودش رو دیسپلیش بهتون فرمان میده. سبز یعنی اوکیه، همه چی نرماله، تقارن فازا درسته، نول درسته، تایم بهت میده و نامتقارنی ولتاژ هم اینجا براتون میزنه با فالت قرمز. درود بر شما، ممنون که ساب میکنید، منو دنبال کنید، تکنیسیان های خوب میشه.